این پست رو ازت میخوام که 2 بار ببینی چون لازمت میشه. اکثر کسایی که پست هایی که با ویوی میلیونی میگیرن حتی خودشون هم خبر ندارن که چطور این پستشون تونسته وایرال بشه. رفتم بررسی کردم و دیدم که اکثر پست هایی که واقعا خیلی راحت تونستن، یعنی طرف بیدار شده دیده پستش میلیونی شده و اکثر این پست ها هم یه پست خیلی ساده بودن، نه ادیت خاصی داشتن نه سناریوی خاصی داشتن، خیلی ساده و اتفاقی طرف اومده دوربین گوشیشو آورده و یه فیلمی گرفته. و میخوام بگم که زیاد نباید سخت بگیری و چیزی که خیلی مهمه اینه که طبق گفته خود اینستاگرام محتوایی میاد وایرال میشه که تعامل بیشتری بگیره، کاربردی تر باشه، سیو بگیره، شیر بگیره، لایک بگیره و کامنت. و بیشتر هرچی بیشتر رو محتواتون رو اون موضوع